یعنی نه دست تو به دیوونه شدم بری خوبه گردم من. چرا دیوونه شو مدار خوبه گردم؟ آخه چاشت روز سیکوی بابا کجا برم من فقط میگی برم به تو لیلی بره تو سر پیدا کنم آخه من کجا برم ماله؟ خدا جو همالا خوبه که دم چاشتیه اگه به کورس خیاطی باشه اگه به مکتب باشه به هر جا باشه حالی به خونه حالی خوبه که جمع تم برو یک سعی کن چیزی که به من میپسند برو انتخاب کن. آخه کمال شکسته آخه ما برو در سرا تک کنو که شما دختر کلون داره که نیال تو بس کمر تو بس کنه تو زن می برو در سرا در زنو مدار نفری نکنه مدار که میفهمی که دفعه دست خونه رو خدا شاید دفعه خور از اون بم میندازم. یعنی برو خود از بم مندازن بیا تو من نکرد گپه پس سر تو شد دیگه کس اولاد داره که خدا به من اولاد داد کاش که تو نمیداد من مدار جه خدا نکن مدار بیا با تو میگم نه شرم آیا خود شده شما خود شده میگه البته فکرش کنی بچه مکنون شده میگه برم بدی زن پیدا کنم آخه کمال تو خدا نشکرونه دلم نمیشه تو نفری کنم صبر بکن آخه زن پیدا میشه تو امیده فقط میگه که میگه برو مگر بخرم تو یاری همه سر بام آمادی کردی اشاره وای رباب جان دل کبابه شیر مدر شیر مدر خدا خیلی تاییدی مدر بینه بیچار تا دوست داشتم هر تو بیاب کردی های مدر جو های بیاب چی داره دیگه تو میگه میگه خوشحالم بشی مدر از خود برو نه یک من بانجو نبده بلا چیز بازم آخرشتا چیزی سلام علیک خیلیته سلام علیکم آزم من مزبان شنی شنی تیار خوشحال خوبی سلامتی کجا بخیر نام خدا سلامت باشی چیش مسئول به تلقه چوف عدد سعدی بچه بابا سفر پاک دیمونه شدم با خدا گوشیار بودی هم نیشم از نشو خو خیلیته چکاره هیچی من فهمی چاشت روز بیرو کرده بریم به من زن بستون اگه برو در این زن من این سر پالیزیه که من برو برای این زن بستونم چکار کنی؟ زن بستونیم به من زن بستونی؟ اما این پروفک نمیکی یا کیکسیه شما یک چیزی بگی اشته زن به تو بستونه دیدم چاش لقلقه حال زن سندم با شب برم صبح برم چی وقت تایم نداره مردم با خونه میری سعی میکنی دختر خوش میکنی قرار کجا بره سعی کنه با خونه اینا بره هیچی بگه برو در سرا به سرا تک تک کن شما دختر کلون دارین یا نداره چی دیگه می به خیر خوشی و سلامتی پورگا ابروی که من دوستمان شو تو دار برم به خیر می به باد دی برو به خوبه کرد فقط اینجا خونه نه تو به منطقه کلون شدی به منطقه کی به دختر خوب باز میده ولی بابا سفر خیره جمعه سراغ نداری که از من دختر کلون داشته باشه بخواد که کل باشه کور باشه شل باشه نه چی گوش کشین میگم مدرم خیره کس من سیگار نداریم دختر زن کردن که آسونه خیر بینی آخه زن به خدا خرج داره هر محفل بشه به خدا مگر رخ بخری میخری کوش بخری میخری 24 سال هر چی پول داشته بشه مگر بری به بالا رخت و کوش و دگه بدی خدا یا قراره که خودم میگم بانجون سیاه جمع کنم میرم به شهر خودت میفروشیم زن میچگاد اول بخیر خوشی من زن بدم بعد کارا رو میکنم بریم مدک دیگه بابا سفر بخشش باشه برو بمون اون تاکیزی دور نمیدم میگو کوش دور من میخرم مدر منی مجبوری وظیفه شما نه بابا سفر یالی میگم پیش نیومد پیش نرو یالی میگم از زن مایا باور کو بعد شو که برقو میره مگر یک اینده ببره من مصطلح ببری زن مایا من نظر شقیای دلبر چه بدوم خبر غم نداری بز بخر غم نداری بز بخر بریم مدر خواه کردم بریم خداحافظ بریم بابا سفر خداحافظ بابا بچه رای میکنم از زمینای همین دستی تو خیلی خوبی بچه اینا نشدن نشده نه بابا پس سبا رای میکنم باز وقت شد به شما رای میکنم بیا دیگه مدر برو تو عمال پول نداره که زن بچه خوزنده با تو با بانجوسیار دیدی و نگفتم که خدا برسی هم ببینه میگه برم بده مردم دست زن خب بعض میجم این تارتوق باباد ما یه زنده خب این چه دیگه باش کنار میبرم خرید کنم یا بسم الله امونه که چین دید از امونه که هم بده ببرم اینا تو خون داره اینا به درد شما نمیخواد اینا مگر ما دیوارا خوش کنم بکارم اینا به هم واسطه بکنم که اینا بانجونا تخمیه با تو هدایت کنه فیزالی رو با پشت و این بانجونا مغانی بچه نگاهی باش کامل جون پیش تو میمانو مگر اینجا بمانو مدر خیلی
عقلی مادر جو متوجه بشی که اینجا چی رقم گپ زنی. برو بمور به من گپ یاد میدی کمرتو خدا بشکنونه. مادر جو آنی دیگه بیا مادر خوب گردم. این سرویه بیا حالی شما بیا اینجا بسگی. سرایه دیگه مادر خوب گردم ما تو که میفهمیم با چون استخو میگی. پناه به خدا بلکه دیگه رو براشن میگی. مرگی ها ساعت چند بیزی از کی میگردم دیگه تایی کو بگه سازی گپ نشو. مادر خوب گردم امیت عقل مقبول امیت خدا مرتبه گپ زنی که امیت از اون لبز غلام تو خوشی بگانه به شما دختر میرم میدم. خلاص عقل کمال به من یاد میدی. نه دیگه گپ تو مرد یا من تور زیدو. در زی مادر خوب گردم میگه جنجال برای نه مادر آخه در سلام ارتکل میکنی تک تک میگه. چی میفهمه که ما با دست خود از دادیم یا با پا خو؟ مادر خوب گردم کسی که به خواستگاری میای میگه بفهمه که چی رقمه است که تک تک خوش مرتکن لگیه. میگه اینا آدما عقل کمال داریم. چرا نه ایمان؟ خب میای دیگه را دور الوا. برو عقل کمال به من یاد میدی. در جو ساخی در سرا مرتکل بکن میدی. یک دقیقه بیاین. یاد گرفتی. ما قومایم این آشنا نیست. قوما نزدیکی. یا خدا. بله فرمایید. سلام علیکم. و علیکم. یار خوشحالی؟ شکر. خوبه؟ چیزی پیچا خوبه؟ اولادا خوبه؟ شکر. علاج. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستیم اینجا کو؟ ساعت شما خوبه؟ سلامتیم. خانواده خوبم. قوم خویشا خوبم. خود شما خوبه؟ شکر. سلامت باشیم زنده باشیم. شکر ما خوبیم سلامت باشیم. دستتون به چه من اشکسته نزده. نه فدا سری که بزنه بشکنم اینجا مالک سر مر بشکنم فدا سری. مادر اولادا بخونیه؟ مردم اینی. بله؟ مادر اولادا بخونیه؟ مادر اولادا چی کرده؟ 10 دقیقه ما سه بشینیم گپ زنیم خود اینا. اگر خدا بخواه خب رنگ زرد بیاردن که رنگ سرخ بخیر اگه سر رو بریشی. ورزش باشه اینجا خون بر انگلیزی نیه. او بالده بالا داره خون بر انگلیزی. شما ملتفت نشده نه فکر کنو گپ من نگرفتی. چی نشده؟ ملتفت چی؟ چی؟ من میگم که بریم شما به داخل اصلا من میگم مثل کن گپ پینیه بفرمایید شما راحت باشین بریم نه چی میشناسم به داخل برای خود من؟ ما میشناسیم شما اگه ما رو نمیشناسیم یک کنیم دیگه مادر اولادا هست دختر خانما که هستن دیگه بخونی هن دیگه نیه برعکس امروز میگه اوه برفتم بگیم خیر باشه همیدی گپ میزنیم خیر همیدی گپ بکن جگر وقت شما رو هم نمیگیرم وقت خود خورم نمیگیرم هفته هم زلاق داغه خوب همین بچگه که بیاوردم من گوله همی خود قبول کنیم بله زنده باشین این به معنای خوشیه ها خوب چی بود بگو دوباره که بفهمم بسم الله الرحمن الرحیم من دوباره اثر میگم به شما همین بچه خورمه بیاوردم اگر بچه خدا بخواه شما این به غلامی قبول کنین همون دختره کلون خورده که بدین به همی که دم خونه از این باشه 1403 سال تیر شده از دوری غلامی بردگری آزادیش آزاد شده هیچ کس دیگه نه غلام نه برده من نوکر شما نو زنده باشین من تا زنده باشین کشوردار شما نو شما برای دختر میگردی؟ بله بگاره مادر من پا خوب یکش کردن گفتم طور میگاره زن بودم گرچه که من زنم نمایم ولی بازم میگم نه میگاره من 4 روز دیگه زنده باشم یا نباشم میگاره عروس خوب ببینم نواسه خوب ببینم خدا شما رو عمری بدم دیگه من مریضی و اربون دارم دیگه میگم بله زنده باشم مثلا نون خشکیه که بیایی تک تک کنی که یک چکنون بدم مثلا گلاس اویه مسئله پیازیه که چلویه چیه که تو در سرام میدی تک 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 بعد از این میگی دختر خوبه ده ندارم من دختر به کسی خون نه شما متوجه نشده مثل بفرماییم بگیم که ما متوجه شو شما یک کار بکنین زنگ بزنین نمی مادر اولادا بیای ما زنکا گپ هم بیتر میفهمیم ها راست میگم بریم خدا روزی شما رو دیگه جا حواله کنه من جوان دارم شاخشم شاد همال خود من برای دختر میگردم به جوانا خو برای 20 سالی هم میگردم بریم مادر جو بریم از این نماد نماد تو کلاه نیه مادر خوب بگردم بریم یک بیوگه که پرمیوی باشه من خود من میستونم
سلام. استنی بابا خوبی سلامتی. سلام علیکم. خوبین خیریات سلامتی. نام خدا. نام خدا. نام خدا زنده باشیم. خوب هستیم. صحت شما خوبه. خانواده خوبم برات تیار هستیم. سلامت باشیم. میگم بابا جان. اینو آمادم که به خواستگری به در سرا برای خواهرتو. چه کار کردم؟ برای خواهرتو خواستگری. هیچ ما دیگه مخسره نکنین دیگه. برو خاله برو رد خود تیر کو. برو خواهشم برو بعد خجالت نمیکشیم شما. نه لالا. دم سرا خجالت بکشیم به خدا قسم. چرا لالا؟ محمد من پو کرد آقا. چرا؟ کرای نه دیگه جو باش مادرم. میگم کار نشد ناروایی که نمیکنه بیا ما تو دم بخوشونی سرا. بچه خواب. ناروا کنیم میریم جو داخل تو دارم نمیکنه که بابا سرا بریم. خدا اجی والدی تو برو کم خاله زنی. برو اصلا من خراب نکنید بیشتر که بقول خدا این پوک بتا سر. چیکار میکنی؟ میزنی چرا لالا؟ نه بریم مادر. خدا بریم. برو خاله برو. نمیدین ندین. بلا ما برات شما. مادر بیا که بریم بابا. نه بابا نه من لغت بزنم من تختشون ازی. یعنی بابا خجالتم خود هر چیزی رقم این دیده بودم این رقم خودشونی ندیده بودم. اینا دیگه چی رقم آده ما با خدا قسم. بریم آجا قمسا رو بریم. وای 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 خدا خجالتم خوب چیزیه. مسلمان دلم دیوانه کیست گل گم کردم در خانه کی. سلام علیکم. سلام علیکم بابا بابا مزمان سفرستان اشتنه. تیارم خیریاته خیریته. درستی شکر. بانجون کما که مادر اولادا گازو تازه مینو بانجون به چی بیار. خوب کاره که یک چیزی برای شما بگم ناراحت نشین. همین مردانگی شما کوکین. خوب غیرت شما. ما چکار کردیم با کی چکار نکردیم چکار نکردیم ما من دوستمان به تمام منطقه ابرو خود ببردی. چرا بابا سفر تو کی میگی چی میگم واده که شما خبر ندارین دیگه وقتی از خونه بیرون میشیم نمیفهمین که بچه شما با کجا میره خانم شما با کجا میره چی جنجالای چی مشکلاتای. ما خود کس نه جنجال داریم نه دشمنی داریم تو گپای میزنی بابا سفر که ایرون بمونی. من گپای میزنم که به چشم سر خودیدون برای شما میگم. چی دیدی تو چی داری میگی دم چاشت لغلقه ساعتم انه ساعتم یکنیم بیجیه. زن شما خودی بچه شما دم سراب زی منطقه میگرده تک تک میکنه که کی دختر داره که بده به بچه مه زن می پنه زن مه زن شما و بچه شما. آخ چرا شما این کارا رو میکنین بعد خدا شاهده میگه به گوش وکیل برسه به گوش جورا برسه خدا شاهده ما من دوستمان شاید از این منطقه شما رو بیرون کنم. بابا سفر گپ زدن نیه یعنی من دروغ میگم یعنی ما آدم دروغ میگم. آخو صبح گفت من میرم خود بچه خوب خونه خوار خب صبح گفتم من میرم مدام چاش دیدم اون سر زمینای بانجون میچیندم کانو گفت کمک بانجون سیاه به ما بدن گفتم خوب باز ان شاء الله باز دفعه بعد چیندم برای شما رای میکنم. خیر بینیم من حالا به حساب میرسون به حساب نرسونیم اون نصیحت کنیم تازه منطقه قوم خیش ما دیواریم بعد خدا شاهده ما تا حالا ندیدیم این کارا بعد بقدری که برای خدا شاهده باز اونو رگه بگیرم تا دم مرگ میزنم. چیزی که من گفتم همین دیگه مقصد ما اومد عثمان ابرو خروش خیر بینی خداحافظ. دلم بم لندن و مسکر نمیشه با پالیس و سوئیس یک جمع میشه تمام ملکای دنیا بگردی نما شمای شهری نمیشه. ماشي مادر بریم بابا نکشیدم. یک زنی تو نتونی که برای پیدا کنی مادر خدا کردم و پیش لافو کوفم که میشه میگی والا من ایتونم نروتونم چون من یک زنی تو دختر برای من نتونی پیدا کنی برو برات کار کن. اگر تو برو که دست من نمیری تنگ دختر خوب بدم با تو چرا کنم انا عندي اخو السلام عليكم. سلام علیکم. برو جلتا برو جواب خوبه خیریات سلام علیکم. هیچ چه تو برفته بودیم تای دی یک چکر گرفتی برو رفتی بیا نه یاد بکن تو کار دارم آخه. و تا رفتی آخه تو خجالت نمیکشی تو شرم نمیکنی زن های ما چون مثل که من برای تو خیلی روی دادم آخه گناه بچیه جلو بچه خو بگیرم از چاش تو روزه بر به دهمی کشه ها یک تنه میتن که دامی چرگونه دم سرا به سرا میرم میگو شما دختر داری هنه گناه کنه تو بگن بر فضو بکنی چه کار کنم دیگه میگو آخه گناه چه مرگی خدا تو رو بگیرم که تو رو
بگیره. من از صبح جا آقا مادرم بگشتونده نبگدیشی که من برم سر زمینا با کار کرده نبگدیشته که برم وظیفه خو برسم من یا ولی که من خورخونداهی دارم بی خدا کمر حق تو بشکنونه بودنی به باقا هم میرسیم نه حالا جلو پیارتون مرمه به ذلت بندازی دم کی میگم. گفت من چیکار شما برای پول دارین که من زنده کدو قوم ما با همین کار کرده که با تا کوچا برای افتاده بودم سرا به سرا که بریم که ما بچه خود یومات برو تو رای دست خوب بالا کردی مر بزدی چی نه گفتم سیکو با ما خدای بالا سر نیه این تا چادر خوب میره میکنه سر خلق میکنم تا همین کوچه که همه مردم من خدا شما میرم تو سرا تمرین من نه ستون به خونه که بریم با خدا می طلعت به تو بزن که یک موقعم به جا علی بیا خب با تو بی آجا پدر دیگه همین ما کار خونه تو کردی ایستادوانی چلیت وزی نکن به تکوشو تو همین کار کرده بودی که خواستگری میکنی و تا در سرا مردم تو هم پولا مگو تو که ما بچه زن برو آخه با من نگو مرد با من نگو به همین کمر شکسته بگو بلی بگو تو چرا به دم دیکن نرفتی راست میگم مادر جو اما اگه موشا خونه ما گوش نگیشش تو لغت تک بزید تو بگرم برف ازو کنی تو بیا بریم به سرا که من عرض بس تو بریم بابا خلاص سرا کنم بسافتم. همه گناه دینه بده دیگه تو دانا تو بخواه